درود به نگاه زیباتون. من یوویتس هستم، چنل یووینت، و تو این ویدیو میخوام به شما یاد بدم که چطوری میتونیم صدا پای انمی رو توی بازی‌های آنلاین بهتر بگیریم با یه روش ساده. بریم با هم دیگه ببینیم. خب تصویر کوچیک کنم. ببینید شما باید برید بخش کنترل پنل، ساوند، و ببینید اینجا دیوایس هایی که شما مثلا دارین ازش صدا رو خروجی میگیرید هستش. حالا اینا رو نمیدونم چرا آورده، ولی من چیزی که استفاده میکنم این هدسته و اینم که فکر کنم کارت شبکه ما، یا حالا هرچی باید روی این بزنید و اگر حالا اینطوری نیامد پراپرتیز رو بزنید، میاد این بخش بالا و روی یکی کلیک کنید. یه بخشی هست به نام loudness equalization. این بخش شما باید تیک بزنید، تیکش میزنید. حالا این چیکار میکنه؟ این میاد فرکانس های بالا و پایین صدا رو یکسان میکنه و این باعث میشه که شما صدای آرومتر رو بهتر بگیرید. همین. و بخش بعدیش هم ستینگشه که شما باید ببینید به صورت دیفالت این حدوداه شما بیارید روی شورت و اوکی بزنید، اپلای کنید، اوکی، تمام. با همین روش ساده شما میتونید خیلی 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 بهتر صدا پا رو بگیرید. حالا میگید نه، برید تست کنید ببینید که حرف من درسته یا حرف شما. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و چنل ما رو لایک و سابسکرایب با هر چیزی که خودتون دوست دارید انجام بدید و تا دوری دیگه بدرود. ویدیو بعدی میتونید هم میبینمتون. بای، خداحافظ.